علیکم السلام و رحمت الله. شما صحتمند باشین دوستی عزیز. کسی میخواد جشن تولد فرزند خود را بگیرد، آیا جواز دارد یا نه؟ سومین روز معلم یا روز پدر و مادر گرفتن از نظر شریعت. خب دوست عزیزم، از موارد مهم شریعت فکر نکنند، به شکل عادی، یعنی فرض و واجب و سنت نگویند، به شکل استحباب به عنوان تحدث به نعمت. این عبارت را علامه شاه عبدالعزیز دهلوی مشهور فتوا داره به نام فتوای عزیزیه. او نوشته میکنه که به عنوان سالگیره یا مثال روز تولد طفل، یا مثال جوان ها هستن روز تولد فرزند خود را میگیرن، یا روز پدر و مادر و معلم را میگیرن، به عنوان یک مهم یا جزئیه مثال مهمی شرعی و عبادی فکر نکنن، هیچ اشکالی نداره. و دیگه شرطش میگه که او جا ذکر میکنن در باب محفلش از ساز و سرود و لهو و لعب کار گرفته نشود، فقط تحدیث به نعمت شود. خیر باشه.